این مکان زیبایی که توی تصویر میبینید اسمش عمارت ارسیه هستش که از تیر ماه توی قزوین افتتاح شده. این مکان به لحاظ تاریخچه سکونت اهمیت خیلی خاصی داره. به دستور میرزا عبدالممالک هفتمین شهردار قزوین به عنوان مقر کارکنان روس ایجاد شده که اگر قزوین رو اندکی هم بشناسید، دقیقاً پشت دارایی قزوین یک کلیسای کوچیک به اسم کلیسای کانتور هستش که افرادی که توی این عمارت زندگی میکردن توی اون کلیسا هم عبادت میکردن. و من امروز برای اولین بار رفتم به این کافه و نگم از فضای دنج و دلنشین اینجا و واقعاً برای 1 ساعت از دنیای بیرون قطع ارتباط بودم.